سلام، روزتون بخیر باشه. من سمین هستم و 23 سالمه. دانشجوی روانشناسی هستم و در واقع تقریبا ترم آخرمه و تصمیم گرفتم که این چنل رو برای این داشته باشیم که یه برش کوچولو از زندگی یک روانشناس که در واقع در حال خوندن ارشد هست و سر کار هم میره و علایق دیگه هم داره و همچنین اولویت‌های دیگه ای رو توی زندگیش بتونین مشاهده کنین و شاید دیدن این ویدیوها بتونه یه ایده کوچولو به شما بده که بتونین مسیر رشدتون رو بهتر طی کنین. توی این چنل ما در مورد مسائل تخصصی روانشناسی عموما صحبت نمی کنیم، اما خب اگر که درخواست باشه و دوستان روانشناسی داشته باشیم که دوست داشته باشن مسیر خودشون رو بهتر طی کنن، میتونن از من سوالاشون رو بپرسن و اگر تعداد سوالا زیاد باشه خب ما اینجا در موردش قطعا صحبت میکنیم، مثل اینکه چه رفرنس هایی رو بخونیم، چطوری بهتر علممون رو بالا ببریم، چطوری مسیر علاقه شخصیمون رو متوجه شیم و در کل چطور توی این مسیر موفق تر باشیم. و خب قطعا علاوه بر این ویدیوها ما ویدیوهای آموزشی هم ممکنه داشته باشیم در مورد اینکه خب هر آموزشی که بتونه به ما کمک کنه که توی زندگیمون شکوفاتر شیم، مثل مدیتیشن کردن یا ژورنال نویسی یا هر تمرین دیگه‌ای که به خودسازی و خودشناسی ما کمک کنه. پس در واقع اینجا یک کانالیه که از روزمرگی ها ممکنه ببینید، ولاگ ممکنه ببینید و از چالش ها ممکنه ببینید و بشنوید و در واقع همه چیز اینجا وجود داره و قرار نیست صرفاً یه محتوای خاص ارائه بشه. در هر صورت خوشحالم که میبینمتون. اگر که این ویدیو رو میبینید و دوست داشتید و دوست دارید که این روند ادامه پیدا کنه یا ایده ای دارید در مورد چیزی که بخوایم ما اینجا باش در موردش صحبت کنیم، در واقع میتونید من رو در جریان بذارید، به من پیام بدید یا توی کامنت ها بگید و خوشحالم که میتونم اینجا یه اجتماعی تشکیل بدم که در کنار هم باشیم. هدف من از تشکیل این چنل اینه که بتونیم آدم‌هایی رو دور هم جمع کنیم در واقع که خب شبیه به هم باشیم، شاید اهداف شبیه همین داشته باشیم و حتی جهانبینی مشابه با هم داشته باشیم. در واقع هدف اصلی من از تشکیل این چنل اینه که من این ایده رو داشتم که خب چرا که نه، ما ولاگ‌های زیادی از دانشجوهای پزشکی یا کادر درمان می‌بینیم که در مورد روش‌های درس خوندنشون میگن، چیزایی که براشون کار آمده، چیزایی که از اساتیدشون یاد گرفتن یا کسایی که کامل بوک بلاگرن و از تجربیاتشون توی مطالعات میگن. خب چرا ما یه کانال روانشناسی نداشته باشیم که در مورد مسائل روانشناسی بتونیم صحبت کنیم یا مسائل روزمره‌مون رو از منظر روانشناسی بتونیم بررسی کنیم، یا اینکه نه هیچ کدوم، فقط یه اجتماعی داشته باشیم که بتونیم دور هم جمع شیم، با هم همدلی کنیم، با هم صحبت کنیم، از هم ایده بگیریم. در واقع خب این چنل توی ذهن من ایدهش به این صورت بوده و از اونجایی که من آدم خیلی کمالگراییم دوست داشتم که با کمالگرایی مواجه بشم و روی خودم کار کنم و اولین قدم رو بردارم. من نه پلنی دارم، نه ادیت خاصی بلدم، نه هیچ چیز. من یه آدم معمولیم که صرفاً احساس کردم که شاید آدم‌های معمولی دیگه‌ای هم دوست داشته باشن که کنار هم قرار بگیریم و بهتر رشد کنیم. خوشحالم می‌بینمتون.